در مؤسسه دولتی استورخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با ابتکار کمیته اجرایی انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان پیوند نمایش آفریده‌های نقاش چیره‌دست و مجسمه‌ساز معروف شهروند فارسی زبان آمریکا پروفسور امان الله حیدرزاد افتتاح گردید. در نمایش نمایندگان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نمایندگی‌های کورپوس دیپلماتی و سازمان‌های بین‌المللی مقیم جمهوری تاجیکستان، استادان و دانشجویان دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان، مهمانان داخلی و سیاحان خارجی کشور و دوستداران هنر و صنعت شرکت نمودند. در قسمت افتتاحی چورابینی ذکر شد که پروفسور امان الله حیدرزاد که به ارزش‌های انسانگرایی و وحدت فرهنگی فارسی زبانان جهان ارج می‌گذارد، با محبت و احترام صمیمی نسبت به جمهوری تاجیکستان 4 مدال با تصویر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی آماده نموده آن را به استورخانه ملی همچون رمز دوستی اهدا نموده است. نمایش در فضای تنتنوی افتتاح گردیده همچون یک پیوندی مهم میان تاجیکستان و نمایندگان جهانی فارسی زبانان از جانب هنرمند امان الله حیدرزاد ارزیابی گردید. در نمایش زیاده از 120 عدد نگاره‌های جالب و آفریده‌های نادر هنرمند که با استفاده از مواد گوناگون به مثل شیشه، فلز، پلاستیک، کاغذ چهره شخصیت‌های معروف جهانی را با اسلوب خاص و دید فلسفی خویش تصویر نموده است و معرض تماشا گذاشته شدند. نمایش مذکور دلیل واضح آن است که انجمن پیوند در طول فعالیتش با موفقیت سیاست علمی و فرهنگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در داخل و خارج کشور تبلیغ و تشویق نموده برای تحکیم وحدت معنوی میان تاجیکان و فارسی زبانان جهان سهم نظر رسم می‌گذارد.